درود و مهر عزیزانم. برای انجام این مدیتیشن لطفاً به پهلوی سمت چپ قرار بگیرید. یه بالش زیر سرتون و یه بالش یا ساپورت هم بین زانوها قرار بدید. در راحت ترین وضعیت ممکن باشید و چشمهاتون رو ببندید. همونطور که چشمهای زیباتون رو بستید، نگاهتون رو با عشق و لبخند بیارید روی نفسهاتون و نفسهاتون رو از حفره بینیتون مشاهده کنید. دم و بازدمی که از حفره بینی انجام میشه رو فقط نگاهش کنید و فقط مشاهده گرش باشید. به آرامی دستتون رو روی پوست شکمتون قرار بدید. بدون واسطه لباس با کف دستتون پوست شکمتون رو لمس کنید و همینطور که دارید برجستگی شکمتون رو نوازش میکنید، سپاسگزاری، تقدیر و احترام فراموش نشه. نگاهتون رو دوباره برگردونید روی نفس و نفسهاتون رو کمی طولانی کنید. بازدمهاتون رو اجازه بدید که کمی طولانی تر بشه و به نفسهایی که از بینی انجام میشه تمرکز کنید. اجازه بدید همینطور که آرام آرام طول نفسهاتون افزایش پیدا میکنه، بدنتون هم به سمت آرامش بره. عضلات بدنتون رو شل کنید و آرام کنید و تمام بدن رو دعوت به آرامش بکنید. تمام بدنم رهای. همونطور که دستتون روی فضای شکمتون هست، 2 مرتبه تمرکزتون رو بیارید روی دستتون و با یه لمس دیگه فضای شکم و لبخندی پر از تقدیر و احترام با ذهنتون از پوست شکمتون عبور کنید. از عضلات شکم، از عضله رحم، از پرده های جنینی، از آب دور جنین و برسید به اون آدمک کوچکی که در درونتون در حال رشده. آدمکی که در هر هفته از بارداری که هستید یک انسان کامله. منتها فقط سایزش کوچیکه و باید اون تو باشه تا رشد کنه، تا وقتی که رسیده شد، وقت اومدنش شد، به دنیا بیاد. با نگاهتون تمام هیکل این آدمک کوچک رو مشاهده کنید. تمام اندام زیبای این آدمک رو ببینید کامل و با نگاهتون عشق و آرامش رو سرازیر کنید روی تمام وجود این موجود زیبای دوست داشتنی درونتون. یک بار دیگه با تمام وجود از بالا تا پایین این موجود شگفت‌انگیز رو با چشم دلتون مشاهده کنید و این بار نگاهی پر از تقدیر و احترام و سپاسگزاری از خالق این موجود به سمت این آدمک کوچک بفرستید. و در آخرین نگاه اون حس غریزه خوب مادری که در هیچ جای بدنتون نمیتونید پیداش کنید، اون غریزه زیبای مادری که از زمانی که آزمایشتون مثبت شد و فهمیدید که مادر شدید در بدن شما شکل گرفته، همون غریزه زیبا و همون عشق مادری رو در نگاه آخر روی تمام وجودش سرازیر کنید و همینطور که دارید با عشق نگاهتون رو به سمتش جاری می کنید، بهش یادآوری کنید که چقدر دوستش دارید و چقدر سپاسگزار پروردگار هستید برای بودنش و چقدر منتظرید برای روز موعود و چقدر منتظرید برای روزی که به دنیا بیاد و در آغوشش بگیرید. میدونید تمام این حس‌هایی رو که الان توی بدنتون دارید، بدنتون رو گرم کرده، حس مورمور یا یک حس خاص ویژه که دارید توی بدنتون احساس می‌کنید، تمام و کمال از طریق جریان خونتون و از طریق امواج مغزیتون به سمت جنینتون سرازیر میشه. اجازه بدید که جنینتون لبریز این آرامش و لبریز از این حال خوب بشه. کم کم نگاهتون رو از روی بدن جنینتون، از آب دور جنین، از پرده های جنینی، از عضله رحم، از عضلات شکم و از پوست شکمتون بیارید به سمت بالا و یک بار دیگه با دستتون فضای شکمتون رو لمس کنید
برجستگی زیبای شکمتون رو احساسش بکنید و سپاسگزار پروردگاری باشید که این موجود زیبا رو در درون شما دعوت کرد، رشد داد و به این سن بارداری رسوند. این آرامش نوش جان خودتون و جنینتون. همونطور که دستتون روی فضای شکمتون هست، کم کم بدن رو دعوت به بیداری بکنید. پاهای نازنینتون رو حس بکنید، انگشتای پاتون رو حرکت بدید، دستهاتون رو حس کنید، انگشتان دستتون رو حرکت بدید و به بدنتون فرمان بیدار باش بدید. خیلی آرام با چشمهای بسته، با کمترین جابجایی لطفاً بنشینید. دستهاتون رو یکی روی فضای شکمتون و یکی روی فضای قلبتون بذارید و اجازه بدید این ریسمان نقره‌ای که بین این دو قلب هست پر بشه از عشق، پر بشه از آرامش. و در همین وضعیت که یک دست روی فضای قلبتون هست و یک دست روی فضای شکمتون، با عشق و احترام و سپاسگزاری و لذت به آرامی چشمهاتون رو باز کنید. یک بار دیگه این آرامش، این مدیتیشن نوش جون خودتون و جنین‌های زیباتون. ارادتمند آنیتا عباس‌زاده، ماما مربی.